سلام. تا حالا به این فکر کردی که پروتئینی که میخوریم ممکنه فقط برای عضله‌سازی نباشه؟ بله، درست شنیدین. توی مقاله که سال 2025 منتشر شده، دانشمندا به این نتیجه رسیدن که نوع پروتئینی که میخوریم میتونه به طور کلی مکانیسم روده رو تحت تاثیر قرار بده. بله. پروتئین های گیاهی میتونن که میکروبیوم روده رو به طور کلی عوض کنن. این یعنی چی؟ یعنی میتونن هضم، انرژی، چربی سوزی و ریکاوری رو به طور کلی تحت تاثیر قرار بدن. من امروز اینجام تا توی این ویدیو یه مقاله‌ای رو با هم بررسی کنیم، ببینیم دانشمندا دقیقاً در مورد پروتئین ها به چه نتیجه‌ای رسیدن. سلام. به یه ویدیو دیگه از چنل من خوش اومدین یا خوش برگشتین اگه قبلا منو دنبال میکردین و اگر نه من ندا هستم و اینجام تا بهتون کمک کنم تا با داشتن یه لایف استایل سالم، یه بدنی سالم و در عین حال یه ذهنی سالم داشته باشین. پس اگه تو هم دغدغه داشتن اینا رو داری حتما چنل منو سابسکرایب کن و همچنین در ادامه این ویدیو با من همراه باش. موضوع پروتئین همیشه یکی از داغ‌ترین و مهمترین موضوعات توی زمینه بدنسازی و فیتنس بوده. همه دنبال این هستن که ببینن چی و کی بخورن و نخورن تا عضله‌سازی و چربی‌سوزی بهتر و بیشتری داشته باشن. اما محققات دیگه دارن کم کم زاویه دیدشون رو نسبت به این قضیه تغییر میدن. دیگه فقط مهم نیست که پروتئینت رو چقدر میخوری یا اصلاً چه ساعتی میخوری، قبل از تمرینت یا بعد از تمرینت، بلکه مهم اینه که چه نوع پروتئینی رو مصرف میکنی و همچنین این پروتئین چه مکانیزم هایی رو توی بدنت فعال میکنه و تحت تاثیر قرار میده. مقاله‌ای که امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم دقیقاً در مورد همین موضوع صحبت میکنه. این مقاله که یکی از جدیدترین مقالات حال حاضره و سال 2025 منتشر شده، اومدن روی 24 تا افراد بین 18 تا 35 سال انجام دادن و اونها 12 هفته تمرین مقاومتی دادن، یعنی همون تمرینات بدنسازی خودمون. این افراد رو اومدن و به 3 گروه تقسیم بندی کردن. گروه اول که منبع پروتئینشون پروتئین حیوانی بوده و گروه دوم که منبع پروتئینشون پروتئین گیاهی و گروه سوم که گروه کنترل بودن و اصلاً پروتئین اضافی مصرف نکردن. هدف از این تحقیق چی بوده؟ این که ببینن آیا نوع پروتئین میتونه روی میکروبیوم روده تأثیر بذاره یا نه. قبل از اینکه بریم داخل نتایج، بذارین یه توضیح کوچیک و مختصر در مورد میکروبیوم بهتون بدم. شاید شما براتون الان سوال پیش اومده باشه که اصلاً میکروبیوم چی هستش؟ میکروبیوم در واقع همون باکتری های مفید و غیر مفید روده ما هستن که این باکتری ها مسئول چند تا کار مهم توی بدن ما هستن. یکی این که تقویت سیستم ایمنی رو در پی دارن. دومی که هضم و جذب مواد غذایی، تقویت انرژی و حتی روی خلق و خوی ما هم تاثیر دارن. پس اگه یه ماده غذایی باعث بشه که اینا بهتر کار بکنن، عملکرد بدن ما هم افزایش پیدا میکنه. خب حالا برسیم به نتیجه اصلی و دقیق این مقاله. توی این مقاله به این نتیجه رسیدن که پروتئین گیاهی نه تنها میتونه عضله‌سازی بکنه، بلکه میتونه یه تاثیر مثبت هم روی میکروبیوم های روده بذاره و در مقابلش افرادی که پروتئین حیوانی مصرف کرده بودن با همچین تغییر و تأثیری مواجه نشده بودن. این یعنی چی اصلاً؟ یعنی اینکه پروتئین گیاهی نه تنها میتونه عضله‌سازی بکنه، بلکه میتونه عملکرد و مکانیزم روده رو به سمت بهتر و بهتر شدن پیش ببره. دانشمندا توی این تحقیقات دیدن که وقتی که ما پروتئین گیاهی مصرف میکنیم، یه سری باکتری های مفید بدن افزایش پیدا میکنن که این باکتری ها باعث هضم بهتر غذا، افزایش انرژی ما و همچنین کاهش التهاب بدن میشه. و یه نکته جالبتر هم که توی این تحقیقات بهش پی بردن اینه که تمرین مقاومتی میتونه این تاثیر رو دوچندان بکنه.
یعنی اگه شما تمرینات مقاومتی انجام میدین و در کنارش منبع پروتئینی گیاهی مصرف میکنین، میتونه تاثیر ترکیبی مثبت بذاره روی عضله‌سازی و همچنین مکانیزم روده شما. خب به طور کلی و خلاصه این مقاله میگه که اگه همیشه بعد تمرینت پروتئین وی میخوری یا اصلاً به طور کلی فیله مرغ یا تخم مرغ میخوری، شاید ارزشش رو داشته باشه تا حتی شده نصف وعده یا یه وعده‌ات رو توی هفته روی بیاری به پروتئین گیاهی. نه اینکه جایگزین 100%ش بکنی، ولی میتونی که گاهی گداری یه وعده‌ات رو پروتئین گیاهی انتخاب کنی. چیزایی مثل نخود، لوبیا، عدس، سویا و غیره. چرا؟ چون علاوه بر عضله‌سازی که داری انجام میدی، داری به مغز دوم بدنت یعنی رودت هم کمک میکنی. وقتی رودت سالمتر باشه، نفخ کمتری میکنی، انرژی بیشتری داری، چربی سوزی زودتر انجام میشه و همچنین ریکاوری سریعتر، که اینا همش برای پیشرفت توی ورزش لازم هستن. حالا خلاصه و جمع‌بندی این ویدیو به این شکل میشه که داستان پروتئین فقط عضله‌سازی نیست. پروتئینی که میخوری مخصوصا اگر گیاهی باشه میتونه زیست داخلی بدنت رو هم ارتقا بده. پس ترکیب تمرینات مقاومتی با پروتئین گیاهی میتونن یه استراتژی خیلی موثر برای پیشرفت تو توی ورزش باشن. به انتهای این ویدیو رسیدیم. مثل همیشه امیدوارم که کلی از این ویدیو استفاده کرده باشی و برات مفید بوده باشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب یادت نره و توی کامنت ها برام بنویس که تو ترجیح میدی پروتئین گیاهی مصرف بکنی یا حیوانی. همچنین ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. راستی طبق روال همیشگی من لینک این مقاله رو توی دیسکریپشن قرار میدم برای بررسی بیشتر و خاطر جمع شدن شما.